درود و احترام، امیدوارم عالی باشید. رعنا مرادخانی هستم، مشاور خانواده و با یه صحبت جدید در خدمت شما. امیدوارم پیام هایی که به صورت صوتی میذارم واقعا بتونه تأثیر خوبی رو روی روح و روان شما داشته باشه، برای اینکه میدونم توی جامعه ما آدم ها واقعا نیاز به کمک همدیگه دارن. اگر بخوام اون چیزی رو که امشب توی ذهنمه راحت و روون بهتون بگم، داستان این شکلیه که همه ما فارغ از سن و سالمون و فارغ از جنسیتمون و شرایط کاری و مالی و اجتماعی که داریم، یه تنهایی خیلی عمیقی رو داریم ما خودمون حمل میکنیم. تنهایی این که دنبال یه کسی گشتیم که بیاد ما رو درک بکنه، دنبال این بودیم که یه کسی ندونسته های ما رو، نگفته های ما رو بیاد درک بکنه و خیلی راجع به این مطلبای رمانتیکی نوشته شده. خیلی متنایی هست که میگه با آدمی باش که تو رو بفهمه، غم تو از لبخندت بفهمه، نمیدونم همه چیزایی که اینجوری و خیلی فانتزی به نظر میان، فانتزیایی هن که یه کمال طلبی خاصی توشونه و یه سطح انتظار خیلی بالا، به این دلیل که ما خودمون رو مهیای این نمی کنیم که از خودمون چنین آدمی رو برای دیگران بسازیم. ما هرگز به این که چجوری میتونیم درک عمیق‌تری حتی از خودمون داشته باشیم تشویق نشدیم و حالا دنبال یه ناجی میگردیم. سال هاست، البته این فکر کنم قرن هاست که آدم ها دارن دنبال ناجی میگردن، اون کسی باشه که براش میگن آن که بی باده کند جان مرا مست کجاست. و ما قرار نیست که بی باده جان کسی رو مست بکنیم، فقط طلبکار یه همچین آدمی هستیم و نیست. داستان اینه که ما خودمونم نتونستیم جان خودمون رو مست بکنیم، با این همه تلاش و تقلا و استانداردسازی هایی که کردیم هنوز داریم دست و پا میزنیم. بعد حالا در یه سطح متعالی دنبال آدمی میگردیم که بیاد و ما رو کشفمون بکنه. شاید اصلا حکمت داستان در همین پیدا نشدن اون آدم است. شاید همه ی رمز و رازی که ما بهش توجه نمی کنیم همینه که انقدر جلو چشممونه اون آدمه نیست. و یه جایی ماها باید فکر بکنیم که تا چقدر میخوایم بگیم مردها اینطوری، زنها اینطوری، این آدم ها اینجوری، اون آدم ها اونجوری. بذارید یه داستانی رو با هم حلش بکنیم دیگه، یک بار برای همیشه. تا زمانی که ما به بیرون متصلیم، امیدهای ما به بیرون متصله، تا زمانی که ما از بیرون مدام داریم تأثیر میگیریم که البته تأثیر پذیریم و این انتخاب ما نیست که تأثیر پذیر باشیم، این ذات ماست که تأثیر پذیریم، ولی تا زمانی که این تأثیر بیرونی رو به حداقل نرسوندیم این دست و پا زدن وجود داره. و این که میگه نام نجات دهندت را از آینه بپرس، هم درست هم غلطه. چون این آینه چیزی که به خیلی از ماها نشون داده اینه که چروکای زیر چشممون رو ببینیم، اشکالاتی که داریم رو ببینیم، چیزایی که دوست نداریم و استایلمون رو، و میریم تو مقام مقایسه. و من از خیلی آدم ها پرسیدم و میبینم مثلا تصویر خودشون تو آینه رو دوست ندارن. یعنی چجوری ازش اسم نجات دهنده رو بپرسن؟ اینا دقیقاً کسایی هن که خودشون رو غرق کردن، کسایی هن که به خودشون آسیب زدن. پس حتی اونجا آینه هم جواب نمیده و ما احتیاج داریم که بدون آینه بشینیم، درا رو ببندیم و بشینیم خلوت کنیم با خودمون. واقعا اصلا اونو کجای داستان خودمون هستیم؟ اصلا نمیخواد به خودمون بگیم مهمه یا مهم نیست، به این موضوع فکر کن یا به این موضوع فکر نکن، فراموش کن، حواستو بده به تنفست، مدیتیشن کن، اضطرابتو کنترل کن. اصلا هیچ کدوم از اینا، هیچی. فقط بذار اون قوقای درونت بیاد و تو توی اون خلوتی که اولش تو محاکمه دیگران و توجیه کارهای خودت هستی، به اندازه کافی زمان داشته باشی که فقط آروم بشی. همین
یه قوقای درونی رو داری سالها با خودت حمل میکنی. فقط قرار آروم باشی. نمیتونی مدیتیشن کنی، نمیتونی اون شکلی بشینی، نمیتونی اون شکلی تنفس کنی. یه جایی که بدنت راحته، رو تخته، روی مبل، روی کاناپه است. ولی بذار اون فکرای بیرونی دیگه نباشه. خودت به خودت فکر کن. 2 آدم شو. بیا بیرون خودت و خودتو ببین. همین. ببین اون آدمه نشسته تو چه حالیه. خسته است، عصبانی، بی‌حوصله است، پر از خشمه، دیگه خسته شده، دیگه دنبال راه حل داره میگره، پر از انرژی، حالش خوبه، برنامه‌ریزی داره. چه خبره تو اون آدم؟ اصلا نمیخوام امتیاز بدیم خوبه یا بده، احساس مثبت، احساس منفی. تو این ترازوها بیایم بیرون، اصلا تو این سنجش‌ها بیایم بیرون، اصلا ببینیم این آدم کیه داره در ما زندگی میکنه. فکر میکنم مهمترین کاری که ما داریم فعلا همینه و این خیلی مهمه. این خیلی قدم مهمیه برای اینکه اون قوقای بیرونی رو باید خاموشش بکنیم. اون قوقای بیرونی داره ما رو میبره با خودش، داره هر سمت و سوی دلش میخواد ما رو میبره و اضطراب‌های ما خیلی وقتا اگر که بهشون دامن زده میشه و درمان نمیشه، درسته ما میگیم اضطراب ریشه در کودکی داره، ما میگیم ریشه در تجربیات داره، ریشه در اتفاقاتی که در گذشته افتاده و الان چیزی که خیلی باب شده توی دنیا راجع به صحبت میکنن روانشناسا تروماست. تروما همون اضطرابیه که بدن به یادش مونده و قبل از اینکه اتفاق بیفته واکنش نشون میدیم. بدنمون واکنش نشون میده. اون انقباضایی که میگیریم، گرفتگی عضله، تنگی نفس و حالتایی که با یادآوری حتی یه شرایط در ما اتفاق میفته میشه ترومایی که داریم تجربهش میکنیم و البته گسترده تر از اینه. ولی میخوام بگم همه اینا درست، ولی یه سری داستان هم الان ما داریم زندگیش میکنیم. اون گذشته رو که باید برگردیم ریشه یابیش کنیم که کار متخصصه، کار یه مشاوره، کار یه همراست. ولی اینم در نظر بگیرید که اخبار بیرونی، این فیلم‌های وحشیانه که من متنفرم ازشون، که آدم میکشن، یهو توی یه صحنه شلیک میکنه توی یه جای خیلی شیک و مجلل و تمیزی و نمیدونم تصویر خشونت رو خیلی نرم نشون میده، خیلی شیک نشون میده، خیلی فانتزی نشون میده. سریالایی که آدما رو درگیر بی‌محتوایی میکنن، مفهوم ندارن، سطحی نگری، اطلاعات آبکی، احساسات آبکی، روابط آبکی، همه چیزایی که داره ما رو فقط سرمون رو گرم میکنه و این سرگرمیه باعث میشه که اون چیزایی که درون ما داره، اسم بی خود نمیخوام روش بذارم، اسم منفی نمیخوام بذارم، ولی چیزایی که درون ما داره نابسامانی ایجاد میکنه در ما، فرصت داره که تخریب درونی انجام بده، مثل موریانه از درون ما رو بخوره و ما هی احساس کنیم که من که همه کاری کردم، من که دارم باشگاه میرم، من که این کارو میکنم، من که با دوستان میرم، من که دوره همی دارم، من که لباس خوب میپوشم، من که ورزشم میکنم، تغذیه خوب دارم، هر چی نمیدونم، هر چیزی که ما سعی میکنیم که برای حال خوبمون. من حتی بر این باورم که مدیتیشن و یوگا هم نمیتونه تا زمانی که ما به عمق خودمون، به ریشه‌های خودمون نپرداختیم، حال ما رو خوب بکنه. پس لطفاً به اون کودک بیقرار درونتون توجه بدید. همین. بهش نگید درست داره پیش میره یا غلطه یا اهمیت نده یا آدما سمیان یا آدما خوبن یا دنیا اینجوریه یا دنیا هیچی. فقط اون کودک درونتون رو در آغوش بگیرید. همین. ببینه که دیده میشه از طریق شما. حس کنه اینو و این طولانی مدت ممکنه اون احساسات شما به شما واکنش‌های خوبی نشون ندن. اون بخشی که ما بهش میگیم کودک درون ممکنه که با شما راحت ارتباط نگیره برای اینکه شما باش بیگانه اید و درکی ازش نداشته تو تمام این سالها. ولی فقط به درونتون توجه نشون بدید، بدون قید و شرط، بدون قضاوت، بدون حق دادن، بدون حق ندادن. فقط این که من هستم، من کنارتم هستم، همین، نه بیشتر نه کمتر.
درسته چند دقیقه بیشتر نشد توضیحات من، ولی کار خیلی زیادی دارید با خودتون. مراقب خودتون باشید. اگر نیاز به مشاوره داشتید میتونید راههایی که گذاشتم برای تماس، برای رزرو نوبت پیدا بکنید. توی این اینستاگرام، توی تلگرام آیدی گذاشتم، شماره تماس گذاشتم. میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم برای اینکه بتونیم به لایه‌های درون روان شما بریم و کشف کنیم که چجوری میشه از این داستان‌های روان بیرون اومد. بهترین ها رو براتون طلب میکنم.